بچه‌ها برای دوخت زیپ مخفی حتما از این پایه استفاده کنید. ببینید این پایه پلاستیکیه و سبز رنگه و تو همه خرازی‌ها هست، قیمت زیادی هم نداره. برای زیپ مخفی این عالیه. اگر این بود اینو اصلا نخرین، اشتباه بزرگی مرتکب میشین. فلزی این هم هست، تقریبا شبیه همینه ولی فلزه که این جالب نیست و اصلا تمیز نمیدوزه. هر وقت خواستین زیپ مخفی بدوزین حتما این پایه رو بخرین. برای بستنش هم باید پیچ پایه رو باز کنیم و اینو بذاریم جاش. به این صورت این پایه رو برمی‌داریم و اینو سوار می‌کنیم به جای اون پایه و پیچش رو سفت می‌کنیم. به همین راحتی سوزن رو به این صورت آروم بفرستین پایین. بعد که اومد بالا از پایین بکشیدش که از بین پایه رد شده باشه. به همین راحتی نخمون ازش خارج میشه. قبل از دوخت زیپ، حالا هر نوع زیپی فرق نمی‌کنه، دقت کنید حتما به اندازه پهنای زیپ، حالا 1 سانت یا 2 سانت، یه نوار باریک لایه بچسبونید به لبه پارچه‌تون که وقتی میدوزین این پارچه کش نیاد یا جابجا بشه و زیپتون تمیز دوخته بشه. اول سوزن بزنید بعد شروع کنید به دوخت. زیپ رو باز می‌کنیم و به صورت برعکس قرارش میدیم روی دو لبه و سوزن میزنیم. ببینید به این صورت باید باشه دیگه. پس این میشه اینطوری، یعنی لبه این نوار زیپ با لبه پارچه باید یکی بشه. به این صورت سوزن میزنیم تا انتهای کار. بعد از اینکه سوزن زدین مطمئن بشین که درست سوزن زده باشین. اینطوری پارچه رو برگردونین که مطمئن بشین درست سوزن خورده، خیالتون راحت که شد. بعد شروع کنید به دوخت. برای دوخت این سمت خب زیپ رو اینجا قرار میدیم، یعنی این پایه که این وسط میبینین هست، این باید دقیقاً اینجای زیپ قرار بگیره. به این صورت شروع میکنیم به دوخت. اگر سمت چپ بود زیپتون باید سمت چپ قرار بدین، اگر سمت راست بود باید سمت راست قرارش بدین. خب اول من یه سرقایمی میزنم برای محکم کاری. بعد حینی که زیپ رو میدوزم کمی اونو به این سمت برعکس، الان سمت چپ دیگه، به سمت راست مایل میکنم زیپمو. اگر سمت راست بود باید به سمت چپ مایل کنم. چرا؟ برای اینکه به سمت این پایه وسط میکشم که این زیپ رو باز کنه و دوخت من دقیقاً لب این زیپ بیفته و واقعاً مخفی دوخته بشه. اینطوری تمیزترین حالت ممکنه دوخت رو داریم. خیلی کم، زیاد نکشین و یه مقدار هم زیپ رو از پشت با دست نگه دارین که بتونین هدایتش کنین گیر نکنه. به انتهای زیپ که میرسین، چون اینجا دوخت داریم، یه ذره زیپ رو من میارم این ورتر، یعنی از لبه پارچه تقریبا میارم به نصفش که راحت جمع بشه و تقریبا 1 سانت انتهایی رو آزاد میذارم و نمیدوزم. برای چی این کار میکنم؟ که بتونم با این داشتن این 1 سانت فاصله زیپم رو به داخل برگردونم و بعد از پشت تمیز کاری میکنم. ببینید الان من به خاطر اون کاری که با پایه و زیپ انجام دادم، اون حرکت کشش، زیپ من الان دقیقاً لب و لب دوخته شده. وقتی هم ببندم زیپ رو کاملا مخفیه، ولی حتما اتوکاری یادتون نره، خیلی اتوکاری مهمه توی دوخت. سمت دوم زیپ رو به این صورت سوزن بزنید. بازم مثل قبلی لبه حاشیه زیپ به لبه پارچه و زیپ ما باید به این صورت باشه. ببینید به این صورت، همونطور که اون سمت رو دوختیم این سمت هم به همون صورت میدوزیم تا انتها که 1 سانت فاصله میذاریم که بتونیم زیپ رو برگردونیم به داخل. این سمت هم دوباره براتون فیلم میگیرم که متوجه بشین. خب الان زیپ رو برمیگردونیم به داخل. اینطوریه دیگه، اینو میفرستم داخل و میبندم زیپ رو. خب بعد اینجایی که دوخته نشده رو پارچه‌مو برمیگردونم و از داخل دوخت میزنم. پایان کار زیپمون دقیقاً اینطوری مخفی میفته. ببینید وقتی اینطوری هم اتو بخوره انگار درزه و هیچ زیپی دیده نمیشه. این الان اتو نخورده ولی وقتی اتو بشه قشنگ پارچه‌ها لب لب هم صاف میشن و دیگه زیپمون مخفی میمونه واقعا. الان میخوام انتهای زیپمو تمیزروزی کنم. برای این کار میام میبینم انتهای زیپم کجا تموم شده. هر جا که بود 2 سانت میام پایینتر علامت میزنم. اینجاست دیگه، دستمو نگه میدارم تقریبا 1 الی 2 سانت میام پایین علامت میزنم که بدونم اینجا بوده. خب حالا این چیزی که اضافه مونده رو برش میزنم، این زیپ رو خب برش میزنم. از اون 2 سانتی که علامت زدم این زیپ من چون کوتاهه دوباره 2 سانت در نظر میگیرم و این زیپ رو برش میزنم از 2 سمتش. حالا اینو میبرم.
خب الان من اینا رو دارم، اینا رو یکی رو اینطوری به سمت راست و یکی رو اینطوری به سمت چپ تا میزنم. دوست داشتین اتو بزنین، دوست داشتین سوزن بزنین، هر طور که خودتون راحت بودین و دوست داشتین به این صورت. خب اینطوری من یه سوزن میزنم به هر دوتا، اگه خیالم راحت بشه تکون نخورم. و این لبه آستینم رو، حالا میتونه هر چیزی باشه، برای من آستینه، صاف میکنم و این زیپ رو روش قرار میدم به این صورت. خب دوباره اتو بزنید. حالا این لبه زیپ رو که اضافه اومده میخوام تا بزنم که بره زیر این. خب ولی خب این زیادی بلنده دیگه، ازش میچینم و دوباره اینو تا میکنم زیر به این صورت. حالا اینو چرخش میکنم، برای سمت بعدی هم دوباره همین کار رو انجام میدم به این صورت. خب ببینید این سمت هم میچینم اضافه شو، انتهاشم با فندک یا کبریت بسوزونید که نخکش نشه. به این صورت زیب وسط درس قرار میگیره وسطش و این دوتا لبه به لبه های پارچه دوخت میشن. الان من براتون سری کوک میزنم که متوجه بشید. خب ببینید، البته این اتو نشده است، شما حتما بعد کارتون اتو بزنید. به این صورت ما یه پاکدوزی انتهای زیپ داشتیم. این پشت کار من براتون با یه رنگ دیگه کوک زدم که متوجه بشید چی شد. به این قشنگی و تمیزی یه پاکدوزی و دوخت زیپ مخفی داشتیم.